سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد رله خدمتتون عرض کنم. به طور کلی ما چند نوع رله داریم. ببین رله های 5 پایه هستش، 8 پایه هستش، رله های شیشه ای شکل هستش که عکسشو براتون میذارم که تو ماشین کار میشه یا تو ست کنترلا کار میشه. واسه ماشین واسه چراغ جلوها معمولا استفاده میشه که نورشو بهتر کنن، که فکر کنم بهش میگن آفتامات. ببینید رله ها اول از با پایه های رله آشنا بشیم. ببینید این رله 5 پایه منه که هم بزرگش هستش هم کوچیکش هستش. خب پایه های ما چجوریه؟ 2 تا پایه داریم که پایه بوبین بهش میگن، یعنی این 2 تای گوشه‌ای. اوکی، این 2 تای گوشه‌ای بهش میگن پایه های بوبین ما. این پایه کام ما هستش، پایه وسطی ما پایه کام هستش. این پایه رو با NC نشون میدن، این پایه رو با NO. NC یعنی نورمالی کلوز، NO یعنی نورمالی اوپن. در حالت عادی کام ما، یعنی اگه بیزلمون و مولتیمترمون رو بذاریم حالت بیزل و این 2 تا پایه رو با هم بگیریم، به هم دیگه راه میدن. بعد از اینکه به این 2 تا پایه بوبین ما ولتاژ اعمال کنیم، از این پایه قطع میشه و کام به NO یا نورمالی اوپن وصل میشه. رله ها اندازه های مختلفی دارن نسبت به مصرفی که ما تو مدار داریم و آمپرهای مختلف، یعنی جریانی که میتونه این رله من تحمل کنه که از خودش عبور بده. مثلا خب ما یه کمپرسور داریم، کمپرسور یخچال میخوایم راش بندازیم، خب مثلا 3 آمپر کمپرسور ما مصرف داره. موقعی که شما میخوایی رله انتخاب کنید باید روشو بخونید ببینید آیا مثلا 3 آمپر کمپرسور ما رو تحمل میکنه، رله نمیسوزه، اون جریانی که ازش رد بشه رله میسوزه یا نمیسوزه. موقع تهیهش خیلی حواستون باشه که اون جریان رو انتخاب کنید که اگه جریانش کمتر باشه رله میسوزه. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، رو رله ها یه سری چیزا می نویسه، نگاه کنید. الان این ناکنی نوشته، بذار ببینم تو دوربین مشخصه. بله ببینید نوشته مثلا جریانی که ازش رد بشه با پایه های بوبین کاری نداریم. پایه های بوبین که خب رله ها گفتم خدمتون یا 5 ولت هم برای راه اندازیش یا 12 ولت هم یا عرضم خدمت شما 24 ولت هم. حالا 6 ولت هم هستش خیلی ولی کمه، ولی بیشتر همین 5 ولت و 12 ولت و 24 ولت هستن. این جریانیه که میتونه این رله من تحمل کنه. ببینید اگه جریانی 24 ولت دیسی جریان از این رله من رد بشه تا 10 آمپر میتونه تحمل کنه. یعنی آقا اینجا نوشته 240 AC اگه ولتاژ AC اگه ازش رد بشه میتونه تا 10 آمپر این رله من تحمل کنه. جریانی که ازش عبور میکنه ها 240 ولت AC اگه ازش رد بشه تا 10 آمپر میتونه این رله من تحمل کنه. خب برای راه اندازیش ببین خدمتتون عرض کردم. ببینید در حالت عادی، حالا من تستشو بگیرم که شما ببینید. در حالت عادی میذاری رو حالت تست بیزر. ببینید این 2 تا پایه، این پایه کام من با پایه نورمالی کلوز نگاه کنید به هم راه میدن. ببینید ولی به نورمالی اوپن راه نمیده. ببینید به نورمالی اوپن راه نمیده. ولی وقتی من ولتاژ بهش اعمال کنم، به پایه های بوبینم ولتاژ بهش اعمال کنم، ببینید پایه کام من الان به نورمالی اوپن وصل میشه و از نورمالی کلوز قطع میشه و به نورمالی اوپن وصل میشه.
خب این یه نوع تستش هست. ولی وقتی اگه رو خود مدار قرار گرفته میان اگه دیودهای هرزگرد استفاده میکنن که به خود همین قطب میده، قطب منفی مثبت میده. شما در حالت عادی این ولتاژ منفی مثبت رو به هر کدوم از پایه ها وصل کنید، این رله را میفته، براتون کار میکنه. خب ولی وقتی رو مدار قرارش میدی، اولش از بر بکشید، اجازه بدید خازنش قشنگ تخلیه بشه. دو، وقتی میخواید به این رله ها ولتاژ بدید که ببینید سالمه یا نه، ببینید این جایی که منفی زده، اینجا که خط داره رو دیودوما، مثبت پایتون رو میچسبونید اونجا و منفی پایتون رو میچسبونید اینجا که خط نداره. و چی شد؟ اینجا که خط داره مثبته، اینجا که خط داره، بذارید من دوربین مشخصه رو دیودوما، اینجا که خط داره پایه این مثبتتون رو میچسبونید، اینجا که خط نداره منفیتون رو میچسبونید که تستش کنید که آیا سالم هستش یا سالم نیستش. و بعد ببینید کنید صدای تقش رو میشنوید. ولی اگه برعکس بزنم این کار نمیکنه. حواستون باشه که حتما درست بزنید. بعضی وقت برعکس زدن احتمال داره خود مدارمون رو خراب کنه روی سری از مدارهای حساس. به صدای تقش هم بسنده نکنید. حتما وقتی وصل شد شما مولتیمترتون رو وصل کنید به پایه کام و پایه نورمالی اوپن، ببینید آیا راه میده یا نه. اگه راه داد یعنی اوکیه. صدای تق بعضی وقتا میده ولی داخلش سولفاته زده یا مشکل داره رله و وصل نمیکنه. این دیود هرزگرد با پایه های بوبین ما، یعنی با این دوتا پایه، ببینید با این دوتا پایه موازی شده. خب موازی شده. چرا موازی شده؟ مثلا میاد این ولتاژی که داخل خود رله هست و تخلیه میکنه که به برد ما آسیب نزنه، اون امپتانس برد ما رو به هم نریزه. این رله ها رو میان تو مصرف کننده استفاده میکنن. مثلا من یه کمپرسور دارم یا یه لامپ دارم، یه مصرف کننده AC دارم که میخوام با این رله راش بندازم. خب شما فرض بگیرید لامپ شما خب 2 تا سیم اومده داخلش، یه فاز اومده یه نول اومده. اوکی، این رله ما میتونه به جای کلید استفاده کنه. شما ولتاژ راه اندازه این که خب من خدمتتون عرض کردم دیگه، یا 5 ولته یا 12 ولته یا 24 ولته که به پایه های بوبین ما بزنیم وصل میشه. اوکی، میام بین یکی از این سیم ها این رله رو قرار میدم، خب وصل میکنم به پایه کام و پایه نورمالی اوپن. اوکی، این سیمو تیکه میکنم و وصل میکنم این. وقتی ولتاژ 12 ولت رو بهش میدن میتونن لامپ رو روشن کنن، وقتی ولتاژ قطع میکنن میتونن لامپ رو خاموش کنن. تو مدار ما هم اینجوری استفاده میشه. کمپرسور رو وقتی میخوان راه بندازن میان بین این قرار میدن که بتونن کمپرسور رو ما رو هر موقع که مثلا آیسی ما یا مدار ما فرمان داد، کمپرسور یخچال رو خاموش کنه و روشن کنه.